برگ تشخیصت که اومد، طبق ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم 30 روز مهلت داری که بهش اعتراض بکنی. اعتراض که زدی، وارد مرحله‌ای میشی که میتونی روی مبلغ مالیاتت توافق بکنی. اما به هیچ عنوان توافق نکن. توافق اشتباهه. قبل از هر چیز گزارش رسیدگیت رو از سازمان و از ممیز مالیاتیت بگیر تا ببینی اصلا مبنای محاسبه مالیاتت چی بوده و مبلغ مالیاتت از کجا اومده. قانونگذار گفته تا وقتی مبلغ مالیاتت شفاف نشده تو پروسه اعتراض باقی بمون و توافق نکن. پس برای بستن پرونده و پرداخت مالیاتتون عجله نکنید. توافق که نکنی میتونی وارد هیئت‌های حل اختلاف بشی و جانانه با یک لایحه قوی و تخصصی از پرونده مالیاتی دفاع بکنی و مالیاتت رو کم بکنی. اگر برای پرونده های مالیاتیتون نیاز به مشاوره و کمک داشتید، روی کمک ما حساب کنید.